سرخط خبرهای مهم. روسیه یک زوده تاجیکستان را برآمدن نمیماند. 156 پرونده علیه پدران الیمنت گریز. 2 کشته و 10 زخمی. حمله نیروهای روسیه به لازووی اوکراین. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 6 آگوست در تاجیکستان برای برخواستان از سرکشی نمودن از پرداخت مبلغ الیمنت نسبت به 156 نفر پدران قرضدار پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. از اینها 25 که زندانی و 107 نفر به کارهای اصلاحی جلب کرده شدند. 25 نفر دیگر را جریمه بستند. همچنین 410 نفر برای سرکشی از پرداخت مبلغ الیمنت و پنهان کردن سروغ زیست در کوفت و کوق اعلام کرده شدند. در این باره مسئولان خدمات اجرا و نهاد عملی کردن امر و دستورهای دادگاه معلومات داده گفتند در مجموع در 6 ماه سال جاری بیش از 57 میلیون سومانی به مادران و کودکان همچون الیمنت پرداخت شده است. با گفته احتم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان، به فهرست یگانه دولتی قرضداران یا به قول روی خط سیاه این خدمات تنها در 6 ماه 1308 شخص واقعی و 10 شخص حقوقی وارد کرده شدند که بعد این نمیتوانند قلمرو کشور را ترک کنند. گفته می شود به این فهرست قرضداران داخل می شوند که طبق قرارهای دادگاه باید مبلغ قرض را پرداخت کنند. به اطلاع نهاد در عموم حالا 2910 نفر در این فهرست قرار دارند. در تاجیکستان برای سرکشی از پرداخت الیمنت جریمه یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. تاجپرومبانک یکی از سابق بانک‌های تاجیکستان تا حال 28 میلیون سومانی 177 امانتگزارش را برنگردانیده است. زلفیه سعیدزاده دادرس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در نشست خبری روز 5 آگوست گفت این بانک تا ماه اکتبر سال 2027 مهلت دارد که پول امانتگزاران را برگرداند. به گفته او بنابر پورا اجرا نگردیدن عهده‌داری‌ها و به فروش نرفتن دارایی‌ها مهلت مرافعه مفلس‌شوی بانک مذکور دراز کرده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که تاجپرومبانک هنگام مفلس‌شوی از 5929 امانتگزار قرضدار بود. در این مدت قرض 1752 امانتگزار را پرداخت کرده است. روند مفلس‌شوی تاجپرومبانک ماه مارس سال 2017 با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه آغاز گردید. قرار بازخوانده اجازتنامه بانک را روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی تاجیکستان صادر کرد. بانک 1 آگوست سال 2023 رسما از جانب دادگاه عالی اقتصادی مفلس اعلام کرده شد. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان بارها وعده دادند که از حساب فروش اموال بانک‌های مفلس شده مبلغ مردم بازپس داده می شود. نگرانی مشتریان از مبلغ‌های در این بانک به امانت گذاشتهشان بارها رسانه‌ای شده است. مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خویشانش به شهر اسفر برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در رویخط شخصانی مورد جستجو از طرف قرقیزستان جای دارد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رسانه‌ای شد. روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت در بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبروست، هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل شد قضیه او حل نشده ماند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرقیزستان دستگیر ولی دیرتر رها کردند. قرقیزستان سبب در پیگرد قرار داشتن او را به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و اوباشی در منطقه‌های نزدیک سرحدی بین اسفر تاجیکستان و بادکند قرقیزستان پیوند داد. دادستانی کل تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کل روسیه خواست طلب قرقیزستان را به بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتواند. با گفته جورایف و مانند او چند ساکن دیگری اسفر در روسیه مورد جستجوی قرقیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاه برگشتن نمیتوانند. قضیه این افراد بعد مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به میان آمد. آن زمان دوشنبه و بیشکک همدیگر را با برانگیختن این مناقشه متهم کردند که سببش تعیین و نشانه‌گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود. در جماعت ضد نایه ورزاب تقریباً 20 ایلاق موجود است که در آنها اساساً زنان فعالیت دارند.
کار آنها نگهبانی گاو، جمع‌آوری شیر و کارکردی آن است. گاه‌ها محصولات را می‌فروشند و قسمی را برای فصل سرما ذخیره می‌کنند. آنها میگویند که کارشان را دوست می‌دارند و از آن خوشحالند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. محل نگهداری چاروا در جماعت زده ناحیه ورزاب. در اینجا اساساً زنان کار میکنند. آنها شیر میدوشند، دوغ میکشند و روغن ذخیره میکنند. امینه نورزاده 29 ساله در ایلاق یا جای سیراب و علف 3 ماه دور از خانه اش زندگی میکند. فرزندانش نیز با او هستند. کسب کارمون فقط دوغ میکشیم، میبریم خالی میکنیم خلطاده. با میریم میکویمشون که سخت شون. با هم خیلی در کاسا میگیریمشون، با نمک میکنیم. مگر ما با همین کاری که در اینجا میکنیم خیلی خوشبخت هستیم. میسره ساکن دیگری زده نیز قریب 100 کیلومتر دور از خانه اش در ایلاق قرار دارد و میگوید که برای زمستان که در ده تا 6 ماه ادامه خواهد یافت محصولات ذخیره میکند. کاکو مختشیدیم دیگه با هیچ دشواری رو نداره. اینجا داخل کم 3 ماه میستیم، در کشیدن قشلاق ده به ما رو میبرن. جمع میکنیم چیز چاره رو با میریم خونان. در جماعت زده در ناحیه ورزاب تقریباً 20 جای سیراب و علف موجود است. ساکنان میگویند که قسمی از محصولات را برای خود و خانواده ذخیره کرده، قسم دیگر را میفروشند. نمی سفیدی امو گو من نمی چیز تیار میکنیم، هیچ دیگه نیست در اومدیم. من نمی شیر و جرغات. همصحبتان ما گفتند هرچند آسان نیست، ولی با سبب نبودن کار دائمی و منبع دیگری درآمد زندگی در ایلاق را پذیرفتند. حمله نظامی روسیه در روز 5 آگوست به زیرساخت‌های مهم در شهر لازو و در منطقه خارکوف اوکراین آسیب جدی رسانده و باعث کشته شدن 2 کس و زخمی شدن دست کم 10 نفر از جمله 2 کودک شده است. با گزارش رسانه‌های اوکراینی این حمله حدود ساعت 3 صبح آغاز شده، باعث سوختار در سراسر شهر و خللدار شدن رفت و آمد قطارها در منطقه استراتژیک لازو گشت. شرکت ملی راه آهن اوکراین تصدیق کرد که یکی از کارمندانش مکانیک نوبدار در این حمله کشته شده است. 4 کارگر دیگری راه آهن زخمی شدند و تحت درمان هستند. با گزارش این شرکت اکثر غیر نظامیان در منطقه موفق شدند که سری وقت به پناهگاه‌ها برسند و همین طور از تلفات بیشتر پیشگیری شد. سرگئی زلنسکی رهبر ماموریت نظامی شهر لازووا گفت بمباران به بناهای استخباراتی بلندآشیانه، خانه‌های شخصی و زیرساخت‌های کلیدی آسیب رساند. با گفته وی در بین زخمیان کودکان نیز هستند. زلنسکی افزود خدمات اضطراری برای برقرار کردن آب و برق در بخش‌های گوناگون شهر کار می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. 6 августи соли 2004 ғаффор мирзоев раиси оҷонсии назорат бар гардиши маводи мухаддир ва фармондеҳи собиқи горли раёсати ҷумҳурии тоҷикистон боздошт ва 2 сол баъдаш ба ҳабси абад маҳкум шуд. мирзоев дар қасди ташкили табодулоти давлатӣ ва дигар гуноҳҳо айбдор шуд. дархостҳои ба такрори ӯ барои баррасии дигарбораи парвандааш рад шудааст. 6 августи соли 2012 Мавзуна Чорӣ ва барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон дар риштаи бокс гардид. Ин нахустин медали олимпии як мужзани тоҷик дар солҳои истиқлолияти Тоҷикистон гардид. صبح امروز بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 117 سومانی، 100 یورو 1108 سومانی و 100 دلار باشد 942 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.